در باغ فرهنگی فراغتی شهر با جلب کودکان و نورسان ساکنان این منطقه صنعتی چاره‌بینی ایدانه برگزار کرد که آن فراگیری آزمون و نمایشنامه‌های مختلف بود. در حقیقت هم کودکان و نورسان دوران استقلال در مرحله زندگانی دارند که تاجیکستان در همه سمت‌های اقتصادی و اجتماعی با مرام پیش می‌رود. کودکان و نورسان و جوانان امروزه در شرایط خوب و امکانیت‌های فراهم تعلیم و تربیه می‌گیرند. سال سال شماره کودکستان و مؤسسه‌های زمانوی تعلیمی زیاد می‌گردند. دولت نسبت قشرهای گوناگون جامعه و مخصوصاً کودکان غمخواری بی اندازه دارد. از این نقطه نظر هم در نهاد کودکان از خردی جای نمودن مهر وطن، صمیمیت و بی‌غباری قلب، حرمت پدر و مادر، رحمدلی و خوشگفتاری در آینده میوه را به بار می‌آورد که از شهد آن اهل جامعه ممنون و از چنین نسل آینده ساز افتخار خواهند کرد. هر سال روز 1 ایون در کشورهای جهان همچون روزی بین المللی حفظ کودکان تجلیل می‌گردد و تاجیکستان نیز از قبیل چنین کشورهاست. این سنه به ما کلانسالان هشدار می‌دهد که مسئولیت سلامتی، تربیه معنوی کودکان و نورسان، فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیه آنها را احساس و عملی نموده، مهر و محبت خود را در وجود کودکان جای دهیم. کودکان آینده هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله و بخت و سعادت روزگاری هر یک پدر و مادر میباشند. زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک عائله خوشبختی و اقبال نیک می‌آورد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می‌دهد. حالا در جهان با قبول ده‌ها سندهای بین المللی برای حفظ حیات و انکشاف کودکان زمینه استوار فراهم آورده شده است. با وجود این هنوز هم در دنیا تعداد زیادی کودکان به مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی دچار می‌گردند. خوشبختانه توسط صاحب استقلالی کشور و سیاست انسان پرورانه و عزم و تلاش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، نسل نورس کودکی خوشبختانه دارند. جوانان چون آینده ساز ملت همه پیروان سرور دولتند و تمام قشرهای جامعه در رشد و نمو کشور سهمگذاری می نمایند. همه این چاره‌بینی‌هایی که در مقیاس ولایت به روز عمومی جهانی کودکان دایر گردیدند، پیش از همه از شکرگزاری مردم نسبت به حیات آسایشته، صلح و ثبات و آرامی کشور، اعتماد به آینده نیک فرزندان درک می‌دهد و همزمان آنها را هشدار می‌سازد که به قدر چنین کشوری آرام و آباد، صلح آفر و صلحجوی برسند و هر یک وجب خاک پاک وطن را عزیز و مقدس دارند.